حسن حکیمیان، کارشناس اقتصاد و مدیر مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه ساز لندن در استودیو با ماست. آقای حکیمیان، همونطور که در گزارش هم شنیدیم، دست کم آمریکا تصورش این بود که با کاهش 50% صادرات نفت ایران اقتصاد ایران به زانو در میاد. به نظر شما اقتصاد ایران الان به زانو در اومده؟ ببینید، کسانی که تحریم وضع میکنن ناچارن که به نتایج مثبت اون اعتقاد داشته باشن و اینا خب علت و دلیل وضع تحریم ها خیلی تضعیف میشد. اقتصاد ایران اقتصادی است که بدون تردید به صادرات نفت متکی است و مدت‌ها متکی بوده. یعنی تولید و صادرات نفت از ویژگی‌هایی است که در ساختار اقتصاد ایران حک شده. در این تردیدی نیست. ولی ایران مدت‌هاست که انتظار وضع تحریم‌ها و به تدریج تخریب این و تحریم‌ها رو داشته و در نتیجه با وضع سیاست‌های آمادگی تقابل با این تحریم‌ها چه سیاست‌هایی؟ برای اینکه دقیقاً الان صندوق بین‌المللی پول میگه اگه ایران نفت رو زیر $117 هر بشکه بفروشه با کسری بودجه شدیدی مواجه میشه. خب اونو چطور میتونه جبران کنه؟ ببینید، کسری بودجه یکی از دغدغه‌های هر دولتی هست. شما اگر در سطح اقتصاد جهانی نگاه کنید، در این برهه خیلی از کشورها هستن که کسری بودجه دارن. به خصوص کشوری که مثلا فرض کنید مقدار زیادی از درآمد بودجه، شاید بیشتر از نصفش متکی به درآمد نفتی هست. ولی این فرض بر این که $117 قیمت تعیین شده برای نفت تضمین کننده بالانس در بودجه هست، متکی بر این هستش که یه سری از داده‌های اقتصادی رو ما ثابت و به صورت پارامتر فرض کنیم، نه به صورت متغیر. مثلا فرض کنید شما اگر درآمد دولت رو شما ثابت فرض کنید، خب اون متکی بر یک فرض خاصی است، بر یک قیمت از پیش تعیین شده. در صورتی که تمام دولت‌های نفتی این رو میدونن که قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی مدام در حال تغییر هستش و هیچ وقت نمیتونید شما قیمت نفت رو ثابت فرض کنید. بودجه ایران که قبل از تحریم‌های اروپا وضع شد بر اساس این فرضیه بود که قیمت نفت بشکه $85 خواهد بود و فرض کنید حساب تراز پرداخت‌ها هم همینطور. اگر شما ثابت بخواید بدونید حجم واردات ایران، خب پس در نتیجه یک حد ثابتی برای قیمت نفت هم لازم هست. اما این تحریم‌ها یه چی میگن اثرات جانبی ناگزیری داشته که نمیشه گفت ایران ازش صدمه نیده. مثلا ساده‌ترین چیزش که با زندگی روزمره مردم سر و کار داره، مشکل واردات غلاته که باعث شده قیمت حتی گوشت مرغ هم بالا بره. خب دولت با اینها چطور میتونه مقابله کنه؟ کمتر تردیدی هست که هزینه اصلی این تحریم‌ها به دوش مردم عادی ایران هست. مردم همونطور که شما فرمودین به چندین طریق، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، هزینه تحریم‌ها رو هم حس می‌کنن، هم تجربه می‌کنن به صورت روزمره و این مسائل ساختاری اقتصاد ایران که بالا بودن تورم و بیکاری توأم با هم از جانب تحریم‌ها تشدید میشن و این در شکی نیستش که هزینه اصلیش رو مردم ایران میپردازن. خب اون وقت راهی که دولت میتونه برای کاهش این آسیب‌ها، وارد شدن این آسیب‌ها به مردم انجام بده چیه؟ شرایط مشکلی است. من نمیخوام بحث کنم که دولت هیچ گونه سختی و مشکلی در مقابله با تحریم‌ها نخواهد داشت، ولی چیزی که من میخوام بگم این هستش که این یه پروسس که تازه شروع شده. کشورهای دیگه هم بودن که از تحریم‌های بسیار جدی و سختی رنج بردن، ولی اینی که نتیجه خیلی سریع بده اونطوری که شما به نقل از کنگره امریکا گفتین، من فکر میکنم این یک داستانی است که هنوز سر طولانی داره و امیدوارم که مردم ایران از این تحریم‌ها بیشتر از این صدمه نبینن. فکر میکنید با همه معیارهای اقتصادی که اقتصاد ایران داره، تا کجا، تا چند وقت ایران میتونه با همین سیستم دووم بیاره و اقتصادش سر پا بمونه؟ ببینید، این سوال من فکر میکنم خیلی میبخشید سوال درستی نیست، برای اینکه پیشفرض این سوال این هستش که خیلی از متغیرهای اقتصاد کلان رو ما ثابت و غیر قابل تغییر بدونیم. ببینید، همونطور که من گفتم بودجه کاملا قابل تغییره، یعنی اجرای سیاست انقباضی چه در مورد واردات چه در مورد درآمد
حاصل از نفت. اینا همش همونطور خیلی از دول مختلف در سطح جهان میدونن اینا متغیرهایی هستش که در رابطه با یه سری داده ها بالا پایین میرن و نمیشه گفتش که یک فرمول فرض کنید خاصی هست. اقتصاد اون جامعه به سمتی بره، مثلا مدل اقتصاد کوپونی، وقتی که انقدر بخش تولید در یک جامعه ضعیف بشه که نتونه از پس تولید خودش برنیاد، خب اون اقتصاد به مرور به اضمحلال میره. تا چه اصولا میگن در کوتاه مدت میتونه یه اقتصاد دووم بیاره یا بلند مدت. در مورد ایران آیا مشخصه یا نه اونطور که میگید اصلا نمیشه؟ این بحث از اینجا شروع شد که آیا این تشدید تحریم ها میتونه اقتصاد ایران به زانو در بیاره یا نه. اگه شما پرسیدین میتونه به ایران صدمه بزنه، من کاملا قبول میکردم. تحریم‌ها بسیار صدمه میزنن، صدمه‌های مستقیم و غیر مستقیم میزنن، هم به دول در قدرت و هم به مردم عادی، به خصوص به مردم عادی. و اینی که یک فرمول واقعا اعجاب انگیزی باشه که ما اگر اون فرمول رو درک کنیم که کی دقیقاً چه روز و چه ساعت و چه دقیقه اقتصاد یک کشور بزرگ خاورمیانه به زانو در خواهد آمد، من فکر می‌کنم این یه نوع ساده اندیشی هستش. خیلی متشکرم. حسن حکیمیان، مدیر مؤسسه خاورمیانه در مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ساعت با ما. دولت آمریکا که شماری از خریداران نفت ایران را از تحریم‌های نفتی معاف کرده بود، روز پنجشنبه هم چین را معاف کرد. هیلاری کلینتون گفت چین به طور قابل توجهی خرید نفتش را از ایران کاهش داده. اما آیا روی دیگر سکه این بوده که آمریکا توان تحریم کردن چین را نداشته؟ این سوالی است که خبرنگارمان بهمن کلباسی از دیوید کوون، معاون وزارت دارایی آمریکا و مسئول اجرای تحریم‌ها علیه ایران پرسیده. ببینید، چین در گفتگوهای 5+1 با ایران شریک ما بوده و به 4 قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نیز رأی مثبت داده. معافیتشان از تحریم‌های آمریکا برای 6 ماه آینده هم